کم گل بگید دوست عزیز، من چی بحث کنم؟ من برای کی بحث کنم؟ خون شما کلتون سیاستمدار هستین که یک آدم که بالا میره بغل زدن نمیمونین. بانین که من گپ بزنم من چی بگم؟ وقت تا بعد جیبتون از تاپی طالب میزنید، تاپی چی میزنید؟ تو از مکه سر وطن دلت نمیسوزه بیادر خان. تو از مکه ما افغانستان هستم، ما سمت شمال هستم، ما تاجیک هستم. تو چی تیکه دار تاجیک خدا جور کردی هر جای میشینی چی؟ خب ما بحث تاریخی هست. یعنی زبانی که ما خدایی میگیم شما فارسی میگین. یعنی زبان فارسی دری را تو در افغانستان روش دادی یا می برادرای پشتون ما روش داد. بنام کلانای گویندگان زبان دری تو شباخانه و مکتب و چیزا ساختی. تو خود 20 سال تمام روز در دبی بودی، در شکرا بودی، روز میرفتی یا می شاهان پشتون بنام رابعه بلخی شباخانه ساخته، بنام ابو علی سینا شباخانه ساخته، بنام مولانا پاندو ساختن. اینا فضایل شاه داوود خان پشتون زبان ساختن. پشتون زبان ما واره نمیگم اونا در زبان هستن. ببین قصدن چند دانه متعصب آمده ای ملت ای قوم بدنام ساخته. تمام روز داودشنام برادر همین هموطنان پشتون ما شما خو یک حکومت سهامی که به زور 48 کشور آمده بود از دست داد دیوانه شدید. اینا حکومت شاهی که اینا شاهان بودن برای 200 300 سال حکومت از دست دادن، کسر دشنام دادن، کسر داو زدن. شما چی حال انداختین؟ زن و مرد طفل خرد کلان سیاستمدار شدین، داو زدن میرین، از تاریخ خبر ندارین. آیا عبدالرحمن خان، آیا امان الله خان، آیا داوود خان، آیا ظاهر شاه حکومت‌های شاهی بودن نمیتونستن که تمام نصاب تمام قوانین به زبان پشتو بسازن و بگوین که زبان دری دیگر اینجا نمیچله یا نیست. خود زبان دری خواهرمتان و شاهان پشتون در افغانستان را مروج ساخت. خود اینا به زبان دری گپ می‌زدن. شما تعصب کورتون کردن. شما میام وطن بدبخت می‌کنید. او یک دیگه دین روز من پیام اینجا میمونم خدا کنه برش برسه. دیگر روز در برنامه او بچگی که هزارگی نوشتی است لشکری در اونجا برنامه گرفته که ما بازین تو کشور میسازیم تو کشور این افغانستان این کدام کیک سالگرد است که نیمه 60 نیمه 60 نیست. من یا متنای پشتون خوب میشناسم در دانی از یا اون زبان فارسی انداخته. اگر 10 سال بعد این زبان از افغانستان گم نکردن مثل همه تو اینا رشتش دادن، مثل همه تو که شاهان از اینا با فارسی گپ میزدن، مثل همه تو که پیش از تولد احمد شاه مسعود گلبودی اینا همه برنامه‌های تلویزیونی ملی، همه برنامه‌های تلویزیون رادیویی ملی و زبان دری بود، هیچ پشتون مشکل نداشت. همین مشکل شما جور کردید. من اینا رو میشناسم. این افغانستان به این شکل میمونه، حتی جغرافیا شاید کلان شوه، لیکن شما که بدبختی رو شروع کردید، شما در دانی از این مردم گپ انداختید که ما و یک تا پیشترکا و یکی از همکارای ما دیگه زبان دری صحبت میکنه و پشتو زبان است. این هم وطن پشیری از گلین از اون کم گرفته که تو زبان ما صحبت نکو. زبان تو چی میکنه برادر؟ اگه گپ قانونی باشه، ازبک ها زبان ازبکی داره، ترکمن ها زبان ترکمنی داره، روس ها زبان روسی داره، عرب ها زبان عربی دارن، فرانسوی ها زبان فرانسوی داره، و جرمن ها زبان جرمنی دارن، بنگالی ها زبان بنگالی داره. تو تاجیک اگر تاجیک هستی زبان تو باید تاجیکی باشه. تو صاحب زبان دری از کجا شدی؟ دری خود صاحبش پشتون است. دری خود پشتون در افغانستان رشد داره. با استاد جلال داو میزنین. بعد همه کی داو میزنین. شما فکر میکنید به این داو دشنامو برادر اقتدار و چی رقم میباشه؟ اون 5000 دانه پشتون یعنی کل نفوس پشتون نیستن اینا. من گپا رو چاپلوسی میکنم. من در فعلا در کابل هستم که با این من واقعیت است. همین مشکل سیاسی و انتحاریش بحث صورت. دمی خیرخانه دمی مناطق تاجیکا شام برآمدن نمیتونستم. یک دانه خسروانی من گرفتن بچهای دکو سر یک سراچک کشتن. حالا کس چیزی که نمیتونه خوین اقتدار پشتون است. این حکومت پشتون است. تو حکومت تام دیدیم. تو نمیتونی بیار چی زور زدن میری. چی شلستی چرا تو حکومت میکنی؟ تو حالا افغانا پشتونای حکومت دی افغان بود که 300 دانه تیاری جت به افغانستان خریده بود. دی افغان بود پشتون بود که دیاران افغان شرکت اولین شرکت آسیایی بود. تو چی میگی برادر؟ تو عملی جنجال انداختی. تو عملی کمپانی خوخست دواسازی رو فراموش کردی که ما مکمل ما سن من 54 ساله تمام چیزا یادم است که ما بر نسبت آسیایی میانه دوام میدادیم. حتی روسا میامدن از کمپانی خوخست دوام میگرفتن. این ابتکارات پشتون بود. این ابتکارات افغان بود. تو خود سفید نمایی نکو بیادر. نه سرمت تا بزن که پست تو چیز نمیکشم. تو با خود لنگ روزا گرفتی. تو با خود 3 منزله و 5 منزله شو کردی. تو با این پشتو زبانا بود که برنامه کلان تو مکتب و پانتون چیزا ساختن. تعصب نکنین افغانستان به این شکل میمونه. به خدا و قرآن من یاماتانه پشتون بشناسم. اینا را زد گرفتن فعلا و ما برشون میگم خیر است. میباشید از تعصب نکنن مثل یک تاجر به مسای کنن. این 4 تا چک موبایل دزد لعنتی پلید دزد نبینن. اینا چیار انداختن تمام رو داودشنام. یکی از ما چند وقت پیش در اینجا در شهر ما در کنفرانس بود. یکی از سناتورای ایرانی اومد گفت شما چی میکنین؟ گفت ما هیچ حساب شما رو نمیفهمیم. یکی از میگه کلانای شما سیاستمدارای شما میاین وقتی ما همراهشون صحبت میکنیم درباره افغانستان میگه مستقیم قانون پشتون تارگت میده. کل مشکل از اینا باید اسمو بوچن از کلان تا خود میگه می گپ داری. وقتی میگه ما که سیاستمدار پشتون میشینیم میگه اونا میگه که ما با هم برادر هستیم. تاجیک ازاره ازبک فرق نداره. ما همه ما یکی هستیم. پشتونای جمهوریت هم میگه که با ما میزن پشتونای امارات هم میگه مشکل کلش در شماست. خودتون قصدن گرفتین ملت رو بدبخت کردین و یاد خدا قرآن چند دانه موبایل دوست دیگه ملت من زندگی کردن نمیدونه. بگذارین دیگه مردم هستید تو چی دیگه تاجیک گرفتی؟ زن مرد به مشکل کلان خود همتون سیاستمدار هستین. همتون با سیاست هم کارش بکنید. داودشنام خوار مادر تو فکر میکنی پشتون زبانا این هزارا اینا داودشنام یاد ندارن؟ گورو یک بچگی هزارا باشه شنیدم برادر من احساساتی نیستم. این پیام اینجا 100 نفر گوش میکنن. والا ما افتخار آوردیم ما تو برادر تنها تو افتخار نآوردی. تو به اندازه قدیرخان یک پشتو زبان است. در تمام دنیا 20 کشور اتم داره. اتم پاکستان کی ساخته؟ یک پشتو زبان ساخته. با هزاران و با میلیون‌ها افتخار دیگه خود شرمنده دیگه. به خدا قرآن این مردم از عزت نتین. ما که از اینا کلان شدیم که از اینا خیشی دارم. به خدا قرآن در دان طفل زن مردش انداختیم که باید از فارسی از بین بره. باید که با امور کم کروش داره امور کم از بین میبرش. تشکر زنده باشین بخیر باشین. این گپای من اگر میاد من از این گروه مرا میکشه بکشه. من تیر از این سیاست مرا تیر از این بحثا معمولی یک چند خدمت کردم دیگه بس از که شما نمیشن و نه که از اونا میشن. اونا رو زد گرفته و شما رو خدا گرفته. خداحافظ.